مجسمه‌های بامیان که به دو مجسمه بزرگ بودا معروف هستند، در دره بامیان واقع در افغانستان قرار دارند. این مجسمه‌ها از مهمترین آثار فرهنگی و تاریخی بوداییان بودند و تا پیش از تخریب به عنوان نمادهای فرهنگی و هنری شناخته می‌شدند. تاریخچه مجسمه‌های بامیان. 1. ساخت و طراحی. مجسمه‌های بامیان در قرن 6 میلادی در اوج دوره شکوفایی فرهنگی و مذهبی بوداییان ساخته شدند. این مجسمه‌ها به عنوان نمادهای مذهبی و هنری در دل کوههای بامیان ایجاد شده بودند. 2 مجسمه بزرگ، یکی به ارتفاع 55 متر و دیگری به ارتفاع 37 متر، از سنگ و گچ تراشیده شده بودند و به قدری بزرگ بودند که از دور قابل مشاهده بودند. این مجسمه‌ها به شکل‌های مختلف نمایش حالت‌های مختلف بودا را به تصویر می‌کشیدند و نمایانگر تکنیک‌های پیشرفته هنری در آن زمان بودند. 2. اهمیت فرهنگی. مجسمه‌های بامیان نه تنها به عنوان نمادهای مذهبی بلکه به عنوان آثار هنری و تاریخی مورد توجه بودند. این مجسمه‌ها به دلیل جایگاه استراتژیک بامیان در جاده ابریشم و تبادل فرهنگی میان شرق و غرب اهمیت زیادی داشتند. در قرون وسطی بامیان به یک مرکز مهم فرهنگی و مذهبی تبدیل شد و این مجسمه‌ها به عنوان مقصد زائران و گردشگران بودایی و غیر بودایی مورد توجه قرار گرفتند. تخریب مجسمه‌های بامیان. 1. تخریب تاریخی. در سال 2001 در دوران حاکمیت طالبان مجسمه‌های بامیان به طرز فاجعه باری تخریب شدند. رهبر طالبان ملا محمد عمر تصمیم به نابود کردن این آثار تاریخی به عنوان نمادهای بتپرستی گرفت. با استفاده از مواد منفجره و دیگر ابزارها، این مجسمه‌ها طی یک عملیات چند روزه به طور کامل تخریب شدند. این اقدام نه تنها یک جنایت علیه تاریخ و فرهنگ بشری محسوب می شود، بلکه موجب خشم و تنفر جهانیان گردید. 2. عواقب و واکنش‌ها. تخریب مجسمه‌های بامیان به یک موضوع جهانی تبدیل شد. سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف به شدت به این اقدام واکنش نشان دادند و بر لزوم حفظ آثار فرهنگی تاکید کردند. این اقدام به مدت‌ها باعث بروز بحث‌ها و جدل‌هایی در زمینه مسئولیت‌های فرهنگی و حفاظت از آثار تاریخی شد. وضعیت کنونی. حفاظت و بازسازی. پس از تخریب تلاش‌های زیادی برای حفاظت از بقایای مجسمه‌ها و بازسازی